این فقط یه ساندویچ نیست، یه خیانت خوشمزه به رژیمه که سالی یه بارم اشکال نداره. پس بریم با هم درستش کنیم. خب برای این ساندویچ نیاز داریم به سوسیس. از هر مدل و هر برندی هم که دوست داشتی میتونید تهیه بکنی. خیلی ریز خوردش میکنیم و توی روغن سرخش میکنیم. بعد بهش رو به گوجه، سس کچاپ، سس تند، آویشن و فلفل قرمز اضافه میکنیم. همه مواد با سوسیسا سرخ میکنیم. بعد میریم سراغ قارچ. قارچ ها رو هم نگینی خورد میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. حرارتتون بالا باشه که قارچ ها آب نندازه. بس که همه مواد با هم دیگه مخلوط شد درش رو میذاریم تا کاملا با هم دیگه پخته بشه. برای سس مایونز، خیارشور، پیاز، سس کچاپ و جعفری میخوایم. همه رو مخلوط میکنیم و میذاریمش کنار. وقتی سس و قارچ ها پختن بهش پنیر پیتزا اضافه میکنیم. درش رو میذاریم، اجازه میدیم که پنیرها آب بشه. بعد حالا اینجا با هم دیگه مخلوطش میکنیم. نمیدونید بچه‌ها چقدر این ساندویچ خوشمزه و لذیذه. همه رو که با هم دیگه مخلوط کردیم میریم سراغ ساندویچ کردنش. حالا نون باگتتون رو بردارید. نیازی نیست که خمیرش رو هم در بیارید. من خودم هیچ وقت در نمیارم. بعد مقداری از مواد سس پنیری رو وسط ساندویچمون میریزیم. روش رو هم سس خیارشوری که درست کردیم. این ساندویچ نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداره.